همین گشتی لحمه تو نمک می نمک داریم به نمک به نمک برای چه می به نمک برای اونجا یه چهار کیلو نمک داره اهل هنر ناحیه ویتامین با آش‌های پخته خود مشهورند و اگر خواهید که از این نعمت بی‌بها بی‌بهره نمانید. خودتون شناس کنید؟ حاجی محمد زوخرجان از نوحی بابا جان قصورو. این آشه که میپذید چگونه آشه است؟ چون که من اول گمان کردم گوشت بریان. نه آتی ریزه گوشت ریزه یک به یک. اینا چکل میپذید؟ اینه محصولات تیار میکنیم. یک به یک این به چی معنی؟ یعنی گوشت و برنج برابر؟ گوشت به 1 کیلو گوشت. بله. برنج نوعی کدام؟ برنجی یوغ. سبزی هم برابر گوشت و برنج. این آش خوب شما چکل آشای نوعی آش پلوی نو خودتون به کشف کرده دیدید؟ برای ما ناویگری شد که من آش اسپری دیدم با نوعی سبزی زرد ده. من پیش گون مراتبه دیدگی نبودم که همین بیخی زرد کردی آش کنم بسیار عجایب بود ماما مخصوص شد. بله. مدرشم بسیار خوب. لذیذ بینمون اشتیایم خوشحال شده رفت. شما همراه کودکان آمدید؟ ده ما هم خیلی فهمیدیم که اینجا امروز هم خیلی آش میشه. میخواستیم که بینیم برای تماشا آمدیم. اینجا نمک دایمی؟ آیکو. این چگونه برنج نوعی برنج کرد؟ لازم مانند دیوزیره 5 کیلو چکل آش پلو کدام نمود آش پلو؟ آش خوشایندی با لیمو.